این زن با اینکه شوهرش رو در خواب به آتش کشید، اما کمپین‌های حمایتی زیادی برای آزاد کردنش از زندان راه افتاد، چون مردم این زن رو یک قهرمان میدونن. ماجرا از این قراره که تاتانیشا 40 ساله یه شب متوجه میشه که شوهرش یعنی وینسنت فیلیپس 50 ساله به دخترخوانده 7 ساله خودش دست درازی کرده و اونو مورد تعرض قرار داده. تاتانیشا هم که از این موضوع عصبانی شده بود، تصمیم گرفته بود با یک گلوله وینسنت رو به قتل برسونه، اما در دادگاه اعتراف کرد که نمیخواستم سریع بمیره و میخواستم زجر کشیدنش رو ببینم. برای همین وقتی اون خواب بود روش بنزین ریختم و اونو به آتش کشیدم. با این حال وینسنت از آتش سوزی جان سالم به در برد، اما دچار سوختگی بسیار شدیدی شد و بعد از درمان به زندان منتقل شد تا برای اتهامات جنسی پاسخگو باشه. از این رو تاتانیشا هم به دلیل حمله به وینسنت و آتش زدنش به زندان منتقل شد. اما به نظرتون تصمیم تاتانیشا برای آتش زدن همسرش درست بوده یا باید وینسنت رو به قانون میسپرده؟